رجب علی ایبرانی. کلی آخه یه پیاله چوی گرم بیاد تو گرم نزنی اقل من دوره مزه بده مزه روزم نمیگیره یو خیلی تو چوی گرم نمیبیاریم کجا فاسون کردی؟ خاله جان از دکترخانه زنگ زدم گفتم به تشخیص گذار بچه‌تون رو پرسیدم خوب کاری بچه ما پرسیدی کلینو امی اگم پول مل که گفتن کلین جون روز خونی پدرت میدونی رشن روز خونی او تدرب اگم پول مل برای اوکل دوروهات که در کور باشه اکا جون تا زنگ زن کارتا دمی پرتوه فقط بچه من قطیما پول نگو کلین جون مایله مایله رو روی صفحه مایله خیر نغزرم مایله شما نرسته دارم وی توی گب میزنم دوستان عزیز یک لحظه با دقت خواهران مادران و اپاجانکو میرسونیم که شرکت فابرلیک برای شما شرایط خوبی کاری را فراهم آورده که شما میتونید در خانه هاتون نشسته خونه نبر اومده توسط یک تلفن موبیلی دستیتون کار و فعالیت خودتون بیزنس خودتون پیش برده ماه به ماه ای 3000 و 5000 تا 15000 تومان مبلغ پولی را به دست بیاریم. برای به کار قبول شدن دیپلم لازم نیست، زبان‌های خارجی را دانستن لازم نیست. نفرایی که در کارخانه‌های دولتی کار میکنین اپاجان‌ها یا در کارخانه‌های شخصی شما را میتونه که در پلیت کار کنین پول به دست بیارین. دانشجو دخترکا شما را هم 100% میتونه که کار کنین پول به دست بیارین. برای به کار قبول شدن شما یگان جا نمیرین، یگان کسی التماس نمیکنین، پول نمیتین. فقط رقم‌های بالای اکران دایرکتور شرکت فابرلیک اپای امینه بانو دا مراجعت میکنین، در واتساپ سلام علیک مینویسین. اپای ما تمام نازکی‌های کار نقطه به نقطه شما را میفهمونه یادتون میته و در آینده شما را میتونه که یعنی رنگ همین اپاجانوی ما 10000 تومان مبلغ پولی زیاد به دست بیارین در یک ماه. برای همین همه کسا اپاجانوی ما دا مینویسین، همش یادتون میته میفهمونه، ببینین بفهمین کار کنین دوستان عزیز. ماشاءالله نرسته دارم وی توی گب میزنم دوران جوانی یه ساعت شدی کلین کجا شده که بحنمه گرده که دکتر بهانه کرده روزی آورده که کلین فقط پرابلم میکنه هر روز پوچش هم دکتر کم نیسته اوتش روچش کردم میگیرم همین من قطی بچم غم نتیه من قطی بچم غم نتیه شد من پلوی بچم تمام نکنن اکوش دورنده پلیوان میکنن در یک خواهر بوده چیکو میکنن تو یک خواهر نگاه کردن نتونه نیزانه میکشن آخی خواهر در کار باشه شونه نگاه میکنن اینه نامشو میگیری در رو جوزوی کنه لبا کلین خاله جان لبا من چه با انیسا آمدم از تشخیص گذاشتم خیر هم حالتی خودت و ازمین هم حالتی کودک باید خوب کنم بریز باید بلیسه خوب کنی؟ دکتر باید خوب برم و من نو گفتم کره خونی و تجون تا میدونی کو انا من راست تازی مشروط که میشینی همو بیمار خونه میبری راست خونی اوتا جانت میری پیش اوتا جانت پیش اوچا جانت خیلی میگوی که اوتا جان اوچا جان اخی من بیمارم وضعیت من بیزیبای وضعیت کودکم بیزیبای ما باید در بیمار خونه خوب کنم خیلی پدر و مادرم دلشون میسوزه میبرن خوب میکنن هیچ گپ نکیلین زیق نشم میبرن درم خوب میکنن نه کت پول روی میکنن در کارتا کد میگذارونه میبرن خوب میکنن زیق نشم
راست خونی پدر و مادر رو خونه نبیا، فهمیدی؟ نقص که شدی با بیمارخونه که جواب شدی با میگیرن میبیارن تا. مایلش خوبه، خوب مایلش. راست خونی پدر و مادر رو خونه نبیا، فهمیدی؟ نقص که شدی با بیمارخونه که جواب شدی با میگیرن میبیارن تا. حال همین پوچش در بیمارخانه نرسیده و تمام این کسل باید در بیمارخانه خواب کنه پدر و مادر رو. اوچا جون حالا لبای بیا بچم اومدی. سلام علیکم اوچا. و علیکم السلام. چی حال داری؟ سرگردان یا؟ چی حال داریم دیگه سازی؟ هیچی؟ نه مایکو کم طرق امروز وقتا جواب شدیم مایکو. رومان چی حال داری؟ نست دو بشکر همه خوب همه ساز همه صد باشه بهترین. کلیم پیش رفتن خروگ اوقات تا خود همه چی تیار کرد و خیلی؟ خیلی کلین همون سهر کار و فر کرگی لباسکاش پوشیدگی اومد در اومد که خولا دکتر زنگ زدن که باید تشخیص گذاره. اینه همون سهر رفتگیش اینه ایچی غوچت حالی که کلیم بیاید. خودم خواستم خوراک کردم بچم همه خونه پونوه توزه کردم خدا بشکر دست پنجه دارم مال بچمو. انا با میدونی چی بچم میگه که وای دکترها گفتن که باید خوروی و وضعیت خودت قطعی وضعیت کودک بیزه باید در بیمارخانه خوروی. گفتم که خوره و خونی اوتا زن اوتا یکم سوم اکتا گاب زنه پل روی کنه برای خوب کنه خیلی دختره هیچ گاب نیوخی برای خوب کنه میای خواره نگو کاره نمیتونه. بچه هم که تلفن تمو سمالیوتک شمون که دم بدم زنگ زده پل گفتن میگیرن بیزار میکنن قطعی پل پرسش دیگه زدی تو. اوچا جون یا اکنه از سینیتونه ویده نکنین دانامتون جون موچه شما میدونین که زنی ما یک دختر بهترینه حرمت احترامتون میکرد سر لباس همه کار تا حاضر اوچا جون میکنه. اگه خیلی بیچاره وضع سلامتیش در همین حالت بچ دیگه باید ما او را بفهمیم چخیلی که ما او را با عهده پدر مادرش با عهده یک و دادرش میمونیم اوچا. انشالله که خوب میشه اوچا جون. فقط شما صبر دو کنی که فرزندی ما صحت سلامت به دنیا بیاید. فرزندی ما اوچا جون برای شما را کی میشود؟ نبیره ما؟ هنو نبیره کی میشه اوچا جون. برای همین ما وظیفه داریم که کلین نگاه بین کنیم اوچا جون. تو ناز میدونین که وقتی که ما زن نکاح کردم و بزنی قبول کردم این همچو امانت های خداوند های مادر جون و ما عهده دارم که در همه حالت پسی در همه حالت سختی در بر زنم باشم و ما همه کمبودی و شرایطی او را باید تامین کنم اوچا جون. ما هیچ وقت حق و حقوقی نداریم که او امانتی که الله برای ما سپردگی های ما او را خیانت کنیم. رجب علی ایبرانی